اگر مسجدی سری راهی نباشه، مسجد داخل بازار نباشه، با قول امام اعظم ابو حنیفه در اون مسجد جماعت دیگه سری مکروه تعلیمیه. مسجدهایی هستن که در سری راه کلون هستی یا که در دوری بازارها مثلا مسجدها هستن، در اونجا اگر 10 جماعت هم بشه و همش جماعت مستحبه است. همون مسجدهایی که اینا مثلا در لولگی در دوری قشلاق های مسجد فرض کردیم، قوم دائمی دوره، امام دائمی دوره، در همون مسجد موافق قول امام اعظم ابو حنیفه جماعت دیگه مسیحی ملکه مکروه میشود. چرا؟ زیرا که سبب قلت جماعت میشود. اگر این همینجا شتگی ما بدونیم که همین جماعت دیگه مش مستحبه با کی نداره و میگیم خیلی بیا اوشا بزنیم، هیچ گپ نه، خود میریم یا جماعت دیگه میکنیم میخونیم، سبب کم شدن یعنی جماعت اساسی و اولا میشود. خب امام اعظم ابو حنیفه دلیل هم آورد از خدا روسی در کتابو میارن، میگن روایت عبدالرحمن ابن ابو بکر های، این ابو بکر است، صحابی پیغمبر بود، مولای پیغمبر، یعنی غلام بود، حضرت آزادش کردگی. پیشری همون روایت میکنه عبدالرحمن ابن ابو بکر است پدرش، که میگه رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای رفع نزاعی دو قوم انصار بیرون شده بود تا جنجال او را خلاص کرد، اومد که علاکه فرض خفتن خوندیان در مسجد. اما حضرت عبدالرحمن ابن عوف پیش تمودن موزه خونده بود است. حضرت میگه حجره ازواج مطهرات رفت، همراه ازواج، همراه زوجهاش نماز خفتن خوند. اگر در مسجد میگه جماعت دیم که مستحبه میشید و درست میشید، حضرت در مسجد بخون، مسجد کشوتر بده یا حجره ازواج مطهره را. مودم که پیغمبر در خونه خوند و در مسجد نخوند، همین دلالت به اون میکنه که جماعت دیگه ملکه مکروه میشه گفته است امام اعظم ابو حنیفه. خب امام محمد هم قول امام اعظم ابو حنیفه را گرفته در وسط. فقط امام ابو یوسف شاگرد امام اعظم ابو حنیفه میگه اگر به شرطی که همون جماعت کننده ها در یک گوشه مسجد دور از محراب، دور از جایی که امام عادتا نماز میخونه جماعت کنن، رخصت های به اقامت کنن. انا دلیلش چیه؟ اولی بودم میویم دلیلش چیه؟ میگه انا بور حضرت همراه جماعت نماز خوب داد، یک اعرابی در اومد که علاکه فرض ادا شدگی در نماز استاد. میگه پیغمبر خدا با صحابه مراجعت کرد، گفت من یتجر اخوه فی الصلاه، کی با برادرش در نماز تجارت میکنه، نماز جماعت ثوابش زیاده که ای نماز تنها گذارده. و یک نفر اومد میگه کفاش اقتدا کرد که جماعت شود. اگر به شرط میگه جماعت دیم که مکروه میشید، حضرت نمیگفت که یا تدبیر مقصد ای کفاش اقتدا کنی، اون خشت تو خمه گفت بخونه جماعت شید که ولکه بیزو که مقتدی پشتش اگر نمازی نفل هم که خوندش نباشه جماعت شید. همین دلیل خطی امام ابو یوسف گفته است که در مسجد جماعت دیم و سیم درسته به شرطی که در محراب نباشن یا گوشه کشته بکنن. خب اگر حدیث ها را ببینه، همین حدیث ها را اختلاف ها خیلی زیاده. انا مثلا روایت اومدگی در صحیح بخاری از انس ابن مالک که همراه یک گروه میگه از انصار حضرت میگه با هم خشت براش بودیم، اومدن میگه مسجد علاکه نماز ادا شده بود در اون مسجد. حضرت انس امر کرد از اون گفتن قومت گفتن و جماعت نماز خوند. هم تکرار جماعت امام بخاری در صحیحش آورده بود. اما بدردین عینی شارح بخاری، همین امام بخاری یک کتابی بزرگ نوشته گه، کتابی جامع الصحیح، میدونی نه صحیح ترین کتاب بعد قرآن. ابن خلدون میگه که امام بخاری میگه در ذمه مسلمان ها حق داره، حقش ادا شدگی نیست. مسلمان ها حق بخاری را ادا نکردن، حق خدمت بخاری را. اما وقتی که ده شرح نوشتن مسلمان ها بعد ابن خلدون، ده شرح بر صحیح بخاری نوشتن، یکیش همه فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی و دومش عمدة القاری شرح صحیح بخاری بدردین عینی. علمای بعدی گفتن که اگر ابن خلدون زنده میشید همین ده شرح میدید
میگفت واقعا مسلمان ها حقی که بخاری در زیمهشو داشت ادا کردن و همین شرح دادگی شد. از جمله همین عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری 25 مجله در این کتاب. اما محقق شم شارح شم حنفی مذهب های. این همین حدیث آورده است میگه که اصلا او مسجدی که انس ابن مالک نماز خون جماعت دیون او مسجد سری راهی های، مسجد بنی رفاعه بود، او در سری ره بود میگه، به همون خاطر میگه جماعت دیمه خونده است. بعد همین که با فرمید ایسر از اون بگن و قومت بگن، همین خودش دلالت به این میکنه که این مسجد سری راهی بود. به هر وجه صورت اگر مسجدای همین داخل محله باشند سعی کنه که هم جماعت یکم دایره کنه. اگر نکرده قول ظاهر روایت قول امام اعظم ابو حنیفه های بهترش تو قطوقه بخونی. فهمیدید؟ نه که اگر مسجد سری ره ده باشه. خدا را شکر بسیاری مسجدها در سرکوی راهن. در اوج اگر چند جماعت کرده انشالله همش مستحبه است فتوی زای. مجتمع جامعه مجمع از سایران وای معظم پستیان دورا و امام پستیان دورا و سایران نیست. این سایران که ایسور با شامل میره. مسجد قزوقون سری راه نیست در دروی محله های. این مسجد اونجا. این سری راه انشالله. بله اینم تری مسجد دا مسافرو را میگذارن میگم این مولوی میان در اونجا جماعت دیمن در بخشش خونده. ممکنه که چه داره؟ خواندن نماز سنت در راه در سفر. اصلا یک گپ جاهلانه در بین جامعه پنج دست که در سفر سنت نخوندن سنت های. قسم به خدای سفسطه های. یک سفسطه و یک جهالت های. چقدر در سفر سنت نخوندن سنت میشید است. در جامع سنن امام ترمذی روایت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما اومده است. با اسناد حسن روایتش کرده گیه. عبدالله ابن عمر گفت صلیت مع النبی صلی الله علیه و سلم فی حضر و سفر. همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم هم در وطن هم در سفر نماز خوندگیم. فصلیت معه فی الحضر الظهر اربعا و بعده رکعتین. همراه حضرت صلی الله علیه و سلم نماز پیشین در وطن 4 رکعت خوندیم، بعدش 2 رکعت. او بعدش 2 رکعت اونم 2 رکعت سنت پیشین ای. و صلیت معه فی السفر الظهر رکعتین و بعده رکعتین. در سفر میگه همون نماز فرض پیشین 2 رکعت خوندیم قصر، بعدش 2 رکعت، بعدش 2 رکعت، اینم 2 رکعت سنتی بعدی پیشین ای. و میگه والعصر رکعتین ولم یصلی بعدها شیء. حضرت میگه نماز عصر 2 رکعت خونده سفر، بعد عصر یگون چی نخونده است. او برای که بعد عصر نماز مکروه های، نماز سنت نداره. و میگه والمغرب فی الحضر و السفر سوا 3 رکعات و هی وتر النهار. نماز شام حضرت صلی الله علیه و سلم هم در وطن هم در سفر 3 رکعت خوندگی های. 3 رکعت. انا زیرا که این ویتر روز های. و بعده رکعتین، بعدش 2 رکعت. او 2 رکعت اینم 2 رکعت سنت بعد شام های. اسناد حسن قطعی ترمذی روایتش کرده. امام طحاوی ابو جعفر طحاوی در شرح معانی الاثار عین همین حدیث با همین اسناد آورده است، دوام داره. میگه و صلی العشاء رکعتین و بعده رکعتین. نماز خفتن حضرت صلی الله علیه و سلم در سفر 2 رکعت خوند، بعدش 2 رکعت، بعدش 2 رکعت، این 2 رکعت سنت است. آخه حضرت چه جای سنت؟ نمازهای نفل در سفر میخوند. در روز فتح مکه 8 رکعت نماز ضحی خونده که نماز اشراق. یه بچه در ولای شتر نماز نفل خونده میرفت. او وقت امکان و شرایط هست برای چی سنت نمیخونده؟ 10 سومت بتا نمیگیری، پول دارم گفته نمیگیری، شمه گیری 100 میزنی چی میشه گفته. آ بچه ثواب بیلیش دیکی را کشته. عجیب مردم جاهل ده. فقهای مذهب امام اعظم ابو حنیفه تاکید کرده گیرند. میگن اگر به شرط در روی زمین باشی در همون سفر فرق نداره او زمین مسجد های، خونه های، مهمان خونه های، پالینکه های، سنت های سنت همی خونی. میگه اگر در حال حرکت باشی فرق نداره که در بالای خری، اسبی، شتری، ماشینی، سمالیاتی، پویزدی، اگر مبادا غیر سنت بامداد دیگر سنت ها را نخوندی گناهگار نمیشه.
ترا تاریک سند نمیگن. این همین فرق. نه که در همون جرم اگر در همون ماشین سمالیات هم که خوندی ثوابش هم میگیری. از برای خدا امکان بدست سلامتی امکانیت میدادست چه خیلی من سنت پیغمبر من نخونم. عجیب مردمانده. همین کثافتایی که مثلا همین سند دویم جنجال میکنن در سفر نخونه. ایو خیال میکنم این بدبختو در وطن هم نمیخونن روشناسی هم میکنن. میتونی طایفه بدبخت هستند. همون سالایی که یه وقت همین نزاعی ها زیاد نبودن. بخدا قسم ای خودم نمیگم. یک کس زنگ زد. یک جوان همین یک صددهی میکرد ایوان. گفت زنگ گرفتم. همین زنم میگه سنت ها رو نمیخونه. فقط سنتی بندو میخونه دیگه شو نمیخونه. سختش گرفته میگه مرا میگه اکامم خیلی تعلیم دادگیم. توی درجه را بدبختی را بی در وطن هم نمیخونه این کسون فتوش. نخواست سنتی پیغمبر ایمان باشه. آخه سنتی پیغمبر برای چشم سر مای. چه سنت نخونم. یکون چیزا که دیگه طلب کنید. گفت هو ذاک. همین طلبی من همین دیگه یکون چیز دیگه نمیخواهم. من گفت که فاعینی بکثرت سجود. کمکم کم بوده یه حالت بود. با زیاد سجده کردن، با زیاد نماز خوندن. ولی این حدیث صحیحه. اون تا چرخ زمین میگم. بعد خوبش کرد. ایش طرف اومده نمیشه که تو نخومونیش. انا یه جوال دبون میگه سرش خم کرد. مثلا سرش خم کرده وقتی گذاشتن. ایش طرف اومد میگه درکت نماز خوند. بعد سوالش کردن که حضرت این چی کار بود؟ این چی پریوم بود نفهمیدیم. برای چی شتر دور زموندی یا تا رستکی نرفتی؟ گفت بوری حمله پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بودیم. حضرت همینجا در رسید اینجا یک درخت بود میگه. انا میگید یعنی درخت یک دور چرخ زد باشه تر. همون جایی که من سر مخم کردم اونجا یک نودش کشور بود. اون سرش خم نمیکرد سرش ایسرش میپرد. بعد این همین موضعی که خوب کردم شتر همینجا شترش خوب اون دو درکت نماز خوند. گفتم که اون وقت درخت بود شاخ داشت. اما چه موضوع هیچی نیست. گفت دیدم پیغمبر کرد میکنم من با درخت شاخ چکار دارم. میتونی من لکنم. ترسم نرسی به کعبه اعرابی که این ره که تو میروی به ترکستان رای ترکستان رو بگیرید. رای آلتایس که رای کعبه میره مکه میره میرسی. رای تو طرف شمال رفته استی. سر جنوب رفتن در کره جنوب غرب. السلام علیکم تماشابینان عزیز، خوش آمدید به این شبکه ما. من به شما یک کانال را با نام دلکشا توصیه میدم که شما میتوانید همه روزه در این کانال مختصر الوقایه که مهمترین چیز است گوش کنید. برای همه لازم است حتما در آمده در این کانال ابونه شوید و همه روزه مختصر الوقایه را گوش کنید. این کانال در تگ ویدیو در کامنتار یا در پیشان ذکر کرده شده است.